الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اینک خداوند فرصت داد، یعنی انشاءالله تنی صحت خاطری جمع داد و شما عزیزان الحمدلله هم صحبت شدن. صحبتی ما خدا خواهد، یعنی معویزه دوام گذشته خدا خواهد امام اعظم رحمت الله علیه. امام اعظم در شأنشو انشاءالله پیامبر علیه السلام چندین حدیثا وارد دیگه خدا خواهد. یکی از نیسا در کتاب دورالمختار افته کتاب خدا انشاءالله یعنی فضیلتی امام اعظم رحمت الله صحبت کردگم. پیامبر علیه السلام فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان آدم افتخار و انا افتخر برجل من امتی اسمه نعمان و کنیته ابو حنیفه هو سراج امتی. البته آدم فخر میکنه با من که در دم 124,000 پیغمبر بنش، یعنی بهترین انشاءالله خداوند پیامبر چی آینه محمد علیه السلام. آدم تا فخر میکنه به من فخر میکنم از یعنی امتام و یعنی که نعمان پسری ثابت که او چی است گفتن سراج امتی. شاعر میگوید مصطفی گفت در شب معراج یعنی نعمان با امتان سراج، شکرانه ها بذاتی سبحانی داد ما را طریقی نعمانی عزیزانی من. دیگر پیامبر علیه السلام میگن لو کان علم عند الثریا علم بثریا لتناوله رجال من الابناء الفارسی. یعنی اگر علم ها در سیاره ها آویزان باشد، هر آینه میرسد فرزندانی فارس، که این اشاره میگد به امام اعظم رحمت الله علیه عزیزان من. اینچنین در دیگر حدیثی مبارک میگن من اراد بعبده خیرا یفقهه فی الدین. اگر الله با یک بنده اراده خوبی کند و در دین چی میکند؟ فقه میکند. معنای فقه نازکی های مسئله های شریعت کشاده میکرد برای ما شما. حضرت جلال الدین سیوطی رحمت الله گفتن که این انشاءالله بشارت است با بزرگی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. گفتن عزیزان من بینین، چون که امام اعظم رحمت الله یکی عالمان بزرگترین انشاءالله خدا خواهد یعنی روی دنیا هستن عزیزان من. انشاءالله چندین خدمت ها انشاءالله خدا خواهد در اسلام عزیز خالصانه کردن. بعد 70 سال پیامبر علیه السلام به دنیا آمدن و 70 سال عمر دیدن و 70 سال عمر خود را در راه کشادن مسئله های شرعی طبق قرآن و طبق احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما شما عزیزان من انشاءالله کشاده دادن، که در پی این انشاءالله خدا خواهد چندین من ابراهیم ادهم یعنی داودی تای، فضل ابن ایاس، شقیق بلخی، ابو یزید بستامی یکی از تابعین مذهب این گروه ها می باشد عزیزان من. انشاءالله در دنیا انشاءالله خدا خواهد 92 فائز در یک کتاب خوندم اگر مسلمان باشد 27 فائزی همین مردم در همین مذهب طاعت انشاءالله خدا خواهد همین طبق همین مذهب راه نشان دادگی انشاءالله خدا خواهد طاعت عبادت و مسئله گوی میکنن عزیزان من. این شخص بسیار شخصی معتبر است انشاءالله عزیزان من. باید این شخص خدا خواهد اولا حیاتش آموزیم، اولا انشاءالله چی در راه اسلام خدمتاش آموزیم. به این حضرت محبت داریم ما و شما هیچ گپی نیست انشاءالله. در اینجا صحبت به پایان میرسانیم تا صحبت دیگر در حفظ و پناه الله مهربان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.